بین دوست داشتنی بودن و مورد احترام بودن یک تفاوت بزرگ وجود دارد. شاید فکر کنید مردم به خاطر ظاهر، پول یا جایگاه اجتماعی به شما احترام نمیگذارند، اما روانشناسی میگوید معمولا این رفتار و نگرش خودتان است که احترام دیگران را خیلی قبل از این که به زبان بیاورید از بین میبرید. شماره 1. من از قبل همه چیز را میدانم. یکی از سریع‌ترین راه‌های از دست دادن احترام این است که طوری رفتار کنید انگار همه چیز را بلدید. وقتی کنجکاویتان را از دست می‌دهید، مردم دیگر شما را فردی باهوش نمی‌بینند. در روانشناسی به این اثر دانینگ کروگر می‌گویند، جایی که اعتماد به نفس سریعتر از توانایی واقعی رشد می‌کند. وقتی فکر می‌کنید دیگر چیزی برای یاد گرفتن ندارید، مردم می‌فهمند شما دانا نیستید، فقط بلند حرف می‌زنید. شماره 2. انرژی قربانی. همان آدمی که همیشه میگوید همه چیز برای من خوب پیش نمیره، این خود ترحمی دائمی خیلی سریع احترام را از بین میبرد. انسان‌ها ذاتاً کسانی را ارزشمند میدانند که مسئولیت زندگیشان را میپذیرند. وقتی مدام خودتان را ناتوان نشان میدهید، دیگران ناخودآگاه از شما فاصله میگیرند. شماره 3. تکبر نامحسوس. مشکل خود بزرگبینی آشکار نیست، نوع پنهان آن است. وقتی هر داستانی را به خودتان ربط می دهید یا وقتی وانمود می کنید دارید نصیحت می کنید در حالی که فقط دارید خودتان را مطرح می کنید، مردم شاید لبخند بزنند اما در ذهنشان از صحبت با شما جدا می شوند. روانشناسی به این رفتار سلطه‌جویانه اجتماعی می گویند. حرفه‌ای ها می دانند احترام زیاد از حرف زدن نمی آید، بلکه از سکوت ناشی می شود. شماره 4. شکایت کردن دائمی. اگر هر موضوعی برایتان به بحث منفی تبدیل می شود، مردم دیگر کنار شما احساس امنیت نمی کنند. این واقع بینی نیست، آلودگی احساسی است. تحقیقات نشان می دهد منفی گرایی سریعتر از مثبت گرایی منتشر می شود. شاکیان نه تنها احترامشان را از دست می دهند، بلکه حضورشان هم کم رنگ می شود، چون هر کلمهشان انرژی جمع را تخلیه می کند. شماره 5. تلاش برای جلب رضایت همه. عجیب است اما تلاش زیاد برای دوست داشتنی بودن باعث می شود احترام کمی بگیرید. وقتی همیشه موافقید، همیشه عذرخواهی می کنید و همیشه بله می گویید، به دیگران یاد می دهید که مرزهای شما قابل معامله است. احترام از خود احترامی می آید، نه تایید دیگران. ما به کسانی اعتماد می کنیم که بلدن نه بگویند، چون این نشانه قدرت است، نه رد کردن. آدم‌های همیشه مهربان دوست داشتنی اند، اما معمولاً مورد احترام قرار نمی‌گیرند. شماره 6. غیر قابل مسئولیت. سرزنش کردن دیگران برای مشکلات زندگی احترام را نابود می‌کند. دوست، رئیس، پدر و مادر هیچ کدام نمیتوانند انتخاب‌های شما را درست کنند. در روانشناسی به این میگویند منبع کنترل بیرونی، یعنی فکر میکنید زندگی بر شما اتفاق میافتد نه به خاطر شما. مردم به کسانی احترام میگذارند که داستان زندگیشان را میپذیرند، نه کسانی که آن را بازنویسی میکنند تا از مسئولیت فرار کنند. شماره 7. تلاش پنهان. شاید سخت کار کنید، فروتن باشید و فکر کنید دیگران خودشان متوجه میشوند، اما در واقعیت نمیشوند. احترام از رنج پنهانی نمی آید، از صداقت آشکار می آید. وقتی برای اینکه قضاوت نشوید همه تلاشتان را پنهان می کنید، در واقع همان بخش قابل تحسین خودتان را هم پنهان می کنید. حاضر باشید، واضح حرف بزنید و استاندارد داشته باشید. این است راه احترام. و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.